الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله تعالی و برکاته. بیننده های معزز و گرامی، سلسله درس های بینش و بصیرت اسلامی، خوشحال هستم که توفیق الهی رفیق حالمان گردید تا انشالله در خدمت شما عزیزان بوده باشیم. بحثمان ادامه بحث قبلی یا عنوان قبلی که با شما عزیزا مطرح شده بوده، ارکان رسالت انبیاء علیهم السلام، مفرداتی که انبیاء علیهم السلام با او جوامع بشری را به سوی سعادت و خوشبختی و صلح و سلام و امنیت و آرامی و بالاخره آرامش ظاهری و آرامش باطنی انسان ها سوق می دادند. به ویژه رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. اون آیه تا یک قسمت صحبت شده بود که ذات اقدس الهی بعد از اینکه خود را توصیف میکنه و حادثه بزرگی که فرستادن پیغمبری هست، زعیم و قائد و رهبری در میان انسانهای سرگردان و ناخوان و جاهل، بعد از آن وظایف پیغمبر را مشخص می سازند. اولین و نخستین وظیفه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همانا شناخت و معرفت ذات اقدس الهی است که بزرگترین مضمون و مضمونی که مدت زیادی را در بر گرفت. ما در جلسه گذشته تا همینجا صحبت کردیم که اولین و نخستین وظیفه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شناخت خدا جل جلاله برای انسان ها و این شناخت چه نتایج میگذاره. باز هم فراموش نباید کرد دنیا صنف بزرگ است، کلاس بزرگ است. هر کلاس برای خود مضمون دارد. مضمون کلان و بزرگ در این صنف معرفت خدا جل جلاله است و بدون شک هر صنف استاد دارد، معلم دارد. معلم این صنف هر پدیده در هستی، هر پدیده‌ای که در هستی موجود است، معلم خداشناسی و معرفت خدا جل جلاله است و بدون شک شاگرد این صنف حضرت انسان خلیفت الله فی الارض. پس شناخت خدا جل جلاله به هر میزانی که در یک انسان بیشتر میشه یک سری از نتایج و آثار میگذاره. نخستین نتیجه امانا حب الهی، دوستی با ذات اقدس الهی. بخوایم نخوایم از معرفتی که به ما حاصل میشه دوستی به وجود میاد و هرگاه دوستی ما با چیزی داشته باشیم و یا با کسی داشته باشیم، آماده هستیم ایثار بکنیم، آماده هستیم بر از او قربانی بدیم. پس به هر میزانی که معرفت خدا جل جلاله بر انسان حاصل میشه که نهایت این معرفت ها توحید میشه، انسان آماده قربانی، ایثارگری، خستگی ناپذیر در راه خدا جل جلاله و اعلای کلمت الله از طریق خدمت به خلق الله آماده میشه. یعنی به حدی که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، انسان آرامی های خود را به غرض آرامی خلق الله فدا و قربان میسازه. سیاست انبیاء علیهم السلام چی بوده؟ ما جان به فنا دادیم تا زنده شما باشید. خودشان مثل شمع سوختند،
اما دیگران را در روشنایی قرار دادن. ایثار برای چی بود؟ دو هدف، دو مقصد: اعلای کلمت الله، نام خدا بلند شود، زنده شود، توحید حقیقی علمی و عملی در جامعه بشری مستولی شود، به میان آید و خدای اکبر و خدای عظیمشان رضایتش به دست بیاید. پس معرفت خدا جل جلاله حب میته و از حبی که در انسان از خدای عظیم و میان می آید، انسان آماده ایثار و فداکاری و قربانی میشه. مثل ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام الله سبحانه و تعالی بعد از صبر بسیار طولانی فرزند برش میده. بعد از 90 سال کم و بیش این فرزند بزرگ میشه، عزیز دلش میشه. الله عزیز شان، ذاتی که آگاه بر ظاهر و بواطن انسان ها، میگه ابراهیم فرزندت برات عزیز شده است. حالا باید ثابت بکنی که از 2 تا عزیز یک تاش باید عزیزتر باشه. یا من کسی که خدای تو هستم، خالق و مدبر و رازق و حافظ حقیقی خودت هستم، من باید عزیزتر باشم یا فرزندت؟ گفت نه، خدای تو عزیزتر هستی. گفت پس من اگر عزیزتر هستم، فرزندت به دست خودت ذبح کن. گفت لبیک. برای فرزند هم میگه فرزند هم آماده است و مادر گرامیشان هم آماده است. این که ما امروز مقام ابراهیم داریم، ما صفا و مروه داریم که قرآن او را شعائر الله اعلان کرده. ما سنت قربانی ابراهیمی داریم. در کنار درس‌های بزرگ، یک درس بزرگ و نهایت بزرگ برای هر انسان این است که خدا را دوست داشتن یعنی چی؟ یعنی چگونه دوست داشتن؟ و خدا را دوست داشتن شوخی و مزاح نیست. هر انسان میانتهی و میان خالی ادعا بکنه که من خدا را دوست دارم. نه خیر. فلسفه ابراهیمی را و فلسفه انبیاء علیهم السلام زندگیشه و حرکات و مبارزات این انسان‌های فرزانه را باید مطالعه بکنه، باید دقت بکنه، باید ببینه تا یاد بگیرم. چرا قرآن احسن القصص را اعلان میکنه؟ برای که انسان‌ها رسیدن به خدا جل جلاله را و قرب خدای بزرگ را حاصل کردن و در مسیر خدا جل جلاله مبارزه کردن را یاد بگیرن از بهترین انسان‌ها که همان انبیاء علیهم السلام بودن. از این جهت دوستی ایثار و فداکاری میاره و آرامش میاره. الا بذکر الله تطمئن القلوب. هیچ چیزی دیگری الترناتیو ازی شده نمیتونه، بدیل ازی شده نمیتونه. اگر میشد انسان‌های بی ایمان و فاقد عقیده و ایمان و فاقد ارتباط با ذات اقدس الهی که با خدا ارتباط ندارن، ولی به لذت‌ها و کیفیت‌های جسمی، مادی و شهوانی به شکل بسیار مفرط آن دست پیدا کردن. اما چرا نارام هستند؟ چرا استرس، فشارهای روحی و روانی داره هر روز اینها را تهدید میکنه؟ چرا میزان خودکشی نسبت به جهان اسلام، جهان مظلوم، جهان برده و بیچاره، به جهان کفر و استکبار بیشتر است؟ به دلیل ازی که اینها با اصل منبع
که همانا خدای اکبر و اعظم است رابطه ندارن، یعنی با خدا فرکانسی ایجاد نتونستن بکنن. به قول امروز اون فرکانسی که در درون انسان ها گذاشته شده است تا با خدای اعظم ارتباط بگیرن، اون قطع است، آف است، خاموش است و به دلیل است که چیزهای دیگر الترناتیو ازی شده نمیتونه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. یعنی ذکر یعنی چی؟ یعنی رابطه مستدام و غیر منقطع و قطع ناشدنی تأمین کردن با ذات اقدس الهی در خلا و ملا، در ظاهر و باطن. پس آرامش هم از حب خدا بر انسان حاصل میشه. نتیجه دوم معرفت خدا جل جلاله امانا ترسیدن از خدا جل جلاله به حق ترسیدن، یعنی از خدا به راستی ترسیدن. اینجا شوخی و مذاق نیست. اتقوا الله حق تقاته. از خدا به راستی بترسین، به راستی خدا را حاضر بدانین. ببینید عزیزا، ما از یک آدم نظامی که دارنده مرتبه پایین است به اندازه خودش احساس خوف میکنیم. آدم امن و به اصطلاح آدمی که آدم نظامی هست، از او بالاتر بیشتر از یک والی به اندازه والی بودنش، از رئیس جمهور به اندازه رئیس جمهورش بودنش، شاید خوف و خشیت و هراس داشته باشه. خب بسیار خوب. از ذات اقدس الهی که مالک الملک است چقدر خوف است؟ چقدر خدا را حاضر میبینیم حق تقاته؟ آیا وقتی با یک رفیق و برادر خود در یک سفره نان میخوریم، اینجا خدا را حاضر میبینیم که در این سفره و در این چیزی که گذاشته شد چند لقمه برام میرسه؟ اگر به راستی خدا را حاضر دانستیم، این حق تقاتی است. فحشا و منکرات را تذکر ندادیم، کارهای کوچک. حق تقاته. پس دومین نتیجه معرفت خدا جل جلاله خوف و رجای شدید داشتن از ذات اقدس الهی است. و این زمان متحقق میشه که انسان دارنده یک معرفت درست و دقیق از الله سبحانه و تعالی شده باشد. و نتیجه سوم درک حضور الله جل جلاله در خلا و ملا. هرگاه میزان معرفت در انسان گسترده شد، بزرگ شد، ضخیم شد، بیشتر شد، یکی از پیامدها و نتایج کلی و عظیمش امانا درک کردن احساس حضور خدا جل جلاله در خلا و ملا. در زمان عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین با یارا و دوستای خود گفت که در شهر مردم مومن و مسلمان شدن، نیاز به پلیس و به اصطلاح استخبارات و تفتیش نیست، بیاین که صحرا را ببینیم. طبعا در صحرا با یک چوپانی روبرو میشن و بر از او پیشنهاد میکنه که از این رمه و گوسفندانی که داره زیر تربیت و پرورش و مدیریتت قرار داره، یک دانه به ما عطا کن و ما در مقابلش پول میتیم و ذبحش میکنیم و جانبین هر دو طرف استفاده میکنیم. گفت نه، من غلام هستم، برده هستم، ای از مولایم است. گفت خیر است، مولای تو بگو که از یک گوشه گرگ آمد و پراند و رفت. همین جوانی که شاید ظاهرا
بی سواد بوده باشه، به علم، اما معرفت خدا جل جلاله و توحید حقیقی را صاحب است، ناگهان از زبانش بیرون میشه فأین الله. اگر چنین معامله شود، پس خدا جلت عظمتو در کجاست؟ آیا نظارت خدا نیست؟ عمر رضی الله عنه بسیار به اصطلاح مسرور میشه، خوش میشه و بعد تیره وسیله آزاد شدن و وسیله آزاد شدنشان از قید غلامی و بردگی میشه و این رمره هم برشان خریداری میکنه. حالا سوالی است، چرا انسان ها دست به سرقت، دست به قتل و کشتار و زنا و فساد و منکرات و دروغ و بهتان و افترا و بدعت ها میزنه؟ بسیار با جرأت کامل و بسیار به چشم سفیدی. دلیل آن این است که نظارت و احساس حضور خدا جلت عظمته در این انسان مرده است. از این جهت معرفت خدا جل جلاله این سه صفت کلی به انسان میبخشه و علما میگن که تمام صفات خوب دیگر انسان از این سه صفت تولید میشه و به اصطلاح تراوش میکنه و بیرون میشه. امیدوار هستم ذات اقدس الهی به ما معرفت واقعی و حقیقیش را که باز تکرار میکنم، نتیجه معرفت دقیق و حقیقی امانا رسیدن به توحید حقیقی علمی و عملی است که انسان آماده رفتن در راه خدا میشه. هرچند انسان در ظاهر توحید بگویم، اما وقتی که درون انسان، باطن انسان از من دون الله پر بوده باشه، از غیر الله پر بوده باشن که قرآن رو من دون الله بین ما سوا از خدا هر چیز، به غیر خدا هر چیز شامل من دون الله میشه. انسان به توحید حقیقی علمی و عملی نرسیده است، باید تجدید نظر بکنه. پسی وظیفه نخستین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بود که معرفت خدا جل جلاله را برای انسانها تعلیم و تفهیم کرد و بالاخره تا اینها دارای یک بینش و بصیرت درست و حقیقی در مورد خالق کبریا جل جلاله شدند. وظیفه دوم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و یزکیهم، پیغمبر آمد تا انسانها را تزکیه کنه، یعنی پاک بسازم. از چی؟ از امراض و از آلودگی های باطنی و معنوی، شروع از کفر تا شرک تا نفاق تا حسادت تا بخل تا تعصب تا انانیت و خودخواهی و تکبر و سایر صفات رذیله‌ای که قرآن عظیمشان با اون مرض خطاب کرده، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. این امراض باطنی هست. وظیفه دوم و رسالت مشخص رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از معرفت خدا جل جلاله و بعد از توحید حقیقی امانا تزکیه انسان ها بود، پاکسازی انسان ها، تا انسان ها از همه این آلودگی ها پاک شوند. 1000 آیه قرآنی در مورد تزکیه در قرآن تسجیل است و موجود است. اما سوال اساسی این است عزیزان گرامی که رسیدن به یک تزکیه مطلوب چه مکانیزم دارد، چه راه دارد، چی باید کرد؟ امروزه هر کسو، هر داعی الی الخیر صحبت از تزکیه اخلاق اسلامی دارن، ولی وقتش سوالش بکنی که راه و مکانیزمش چگونه هست، چگونه دستیابی پیدا کرد، اینجاست که یا پاسخ نیست و یا پاسخ ضعیف است. چگونه انسان میشه که تزکیه واقعی و حقیقی در انسان
و تزکیه مطلوب متحقق شود. این زمانی میشه که انسان میکانیزم تزکیه را بفهمه. میکانیزم و طریقی رسیدن به تزکیه به اصطلاح نفس شناسی هست، به عباره دیگر خودشناسی. انسان دارنده دو نظام هست در وجودش. یکی نظام ظاهری است، سیستم اعصاب، سیستم هاضمه، سیستم بولی، سیستم تنفس و سایر سیستم ها و نظام هایی که بر ظاهر بدن انسان جاری و ساری هست. اما در کنار این نظام انسان دارای یک نظام باطنی هم از در درونش یک نظام حاکم است. این نظام باطنی که از نامش پیدا هست قابل تعریف، یعنی قابل رویت منظورم است، قابل رویت نیست، ولی نصوص ارزشمند آسمانی این نظام باطنی انسان را تعریف و تفسیر کرده. پس دانستن این نظام باطنی که انسان دارای چه لطائف و نزاکت ها و باریکی ها در بود مثبت و منفیش در نظام باطنیش است. چگونه موجودات نامرئی خیر و شر با انسان در 24 ساعت در ارتباط است. پس دانستن این نظام باطنی واقعا درس است، طریقه و راه و روش و اسلوب است و میکانیزم است به غرض رسیدن به تزکیه مطلوب و حقیقی و واقعی که انشاءالله در درس‌های بعدی انشاءالله به این نظام باطنی طبق توان بشری خدمت شما کلمات و درس‌های خواهیم داشت. وظیفه سوم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم تعلیم کتاب است و یعلمهم الکتاب. پیغمبر آمد تا تعلیم کتاب دهد. مسئله کتاب مسئله عام است، مسئله بسیار بزرگ است. مسائل از قبیل فقه حلال و حرام، آیات احکام، اوامر و نواهی و به عبارت ساده تر بکو نکو، اینا همه‌اش زیر کلمه تعلیم کتاب شامل میشه. اجازه علمی قرآن کریم و سایر موارد همه‌اش در تعلیم کتاب میاد. پیغمبر آمد تا تعلیم کتاب بده. انسان ها دارای بینش شدن، حال دیگه دانش ضرورت است. علوم اسلامی به دو بخش تقسیم میشه: بینش اسلامی، دانش اسلامی. معرفت خدا جل جلاله، معرفت از کائنات، هستی و انسان و تاریخ و طبیعت و در مجموع هستی و ماورای هستی. این بینش و بصیرت و بک‌گراند است. داشتن چنین بصیرت و بک‌گراند انسان را آماده تطبیق، تمثیل و عملی کردن دانش اسلامی می‌سازد. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم 13 سال عهد مکی را بینش و بصیرت بر انسان ها داد، فکر و اندیشه داد، اعتقاد بخشید. بعد در دور مدنی حالا دیگه وقت تمثیل است. انسان ها دارای بصیرت شدن، خود را هم درست شناختن، خدای اعظم و اکبر را هم شناختن، طبیعت و کائنات را هم شناختن و کرسی عالی انسانیت و خلافت را هم پیدا کردن. حالا آماده هستند که به اصطلاح قوانین الهی را بر سر خودشان تطبیق بکنن. نیاز نیست که به اجبار اکراه، آماده هستند. پس و یعلمهم الکتاب، تعلیم کتاب، فقه حلال و حرام، آیات احکام زمانش میرسه. و 500 آیات احکام معروف است که به نام آیات احکام شریعت که فقه حلال و حرام از او مستنبط است. و آخرین وظیفه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و الحکمه، حکمت است. حکمت دیگه مسئله بزرگ است عزیزا. خود خدای بزرگ حکمت را تعریف می دارد: یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. می دهد حکمت را کسی را که خدا خواسته باشد، اما به هر کسی که داد در واقع خیر کثیر به او بخشیده است.
اسرار و رموز قرآن را درک کردن ای شامل حکمت اسلامی است. رسیدن به یک تزکیه مطلوب و واقعی و نهایتاً مسائل منیجمنت، اداره، حاکمیت، زعامت و قیادت و رهبری هم مواردی هستند که زیر کلمه حکمت اسلامی و الحکمت شامل میشن. حکمت بحثش بسیار گسترده است و این به قلم و کتابچه و به این چیزها به دست نمیاد. خدا میگه کسی که خواسته باشه به او میده و به کسی که بخشید به او خیر کثیر بخشیده. فراموش نباید کرد که از برکت تربیه مطهر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و به فضل الهی این صحابه کرام دارای حکمت اسلامی هم بودند. یک نمونه بسیار کوچک، حاکمیت حکومت اسلامی در مدینه است. از اینجا والی تعیین میشه در مصر. بعد از مدت رفراندوم بازپرسی میشه. اداره مرکزی از شهروندای مصر میپرسه از والیتون راضی هستین؟ چگونه برخورد داره؟ اونها جواب میتن که مپرس، چنان شخصیتی هست که ما در گذشته زیر تجربه نکرده بودیم، نیده بودیم و در گذشته حاکمیت مصر این چنین شخصیت تجربه نشده بود. از خدمتش، شفقتش، هوشیاریش، بیداریش، در راک بودنش و مدیر بودنش سخت راضی هستیم. شما تصور کنید عزیزا، مدینه که سرزمین حجازی که به تعبیر گوستاو فرانسوی بجز از سوسمار و شیر و خرما چیز دیگر را به رسمیت نمیشناختند. حالا انسانی تربیت شده است که دارای حکمت و پتانسیل های بزرگ معنوی و مدیریتی است. در جای حاکمیت داره، در جای والی هست که قدامت تمدنی داره. مصر قدامت تمدنی داشته، حاکمیت های بسیار بزرگ در او گذاشته، سلسله فراعنه مشهور است. پس از او خاطر واقعا این نصاب کامل بود. از او خاطر خدا در اخیر تضمین میکنه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. این انسان ها را که شما میبینید، این جامعه جاهلی عرب پیش از این در یک گمراهی آشکارا و واضح قرار داشتند. دختر را زنده به گور کردن، جنگ های قومی، تعصبات، زورگویی ها، بذری از انصاف و انسانیت دیده نمیشد. ولی از این انسان ها اینطور انسان های بزرگ ساخته میشه که قائدین جهان میشن. مقوله مشهور عمر رضی الله عنه است: كنا رعاة الغنم فاصبحنا بنعمت الاسلام قادة العالم. ما چوپانا بودیم، خدای اکبر و الله سبحانه و تعالی ما را از برکت اسلام و حقیقت‌های آسمانی و نصاب نبوی شریف ما را به قائدین جهان مبدل گردانید. امروز هم جاهلیت موجود است، جاهلیت مدرن قرن 20 و 21. دیروز زنده به گور میکردن دختران را به شهادت نصوص آسمانی و حقیقت‌های تاریخی. امروز برای زنها ویترین ساختن با عنوان ملعبه، با اونها بازی میشه. یک زن در جهان غرب 30 الی 35 سال مارکت داره، یعنی بازار داره، در مقابل یک مشت پول خود عرضه میکنه. بعد از 30 الی 35 سال وقتی بر رخسارش کمی چملکی و کمی از یعنی تراوت دور شد، بعد دیگه کس طرف از او سیل نمیکنه. پس این کشتن تدریجی است. اون کشتن و اون زمان ممکن شرافت داشته نسبت به این. پس این جاهلیت قرن. اون وقت هم زورگویی ها موجود بوده، امروز هم موجود است، اما راه و روش ها به اصطلاح تغییر کرده، اسالیب تغییر کرده.
اون مستقیم زورگویی ها بود، آل زیر کلمات حقوق بشر و دموکراسی و مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر و سایر شعارهای میانتهی که شما میبینین عملا از این کانال و از این جریان وارد به اصطلاح مظالم میشن. از این جهت این نصاب بزرگ است و اساسات و مقدمات برای بلوغ کامل انسان است. آخرین حرف این که امروز در مراکز بزرگ علمی تحقیقی جهان اسلام به معنای واقعی کلمه خبری از بینش اسلامی نیست و این آثار به خود گذاشته. شما احصایه بکنید، مطالعه کنید، چند فیصد انسان را میابین که واقعا خدا را و الله سبحانه و تعالی را به عنوان خالقش، رازقش، حافظش، مالکش دوست داشته باشه. نمیگم که بیشتر، برابر به می دنیا، هرچند او هم درست نیست. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. دوست داشتن خدا مساوی با مسائل دیگر، این در خدا گفته که من دون الله است. این خدا را مثل چیزهای دیگر دوست داره. نه، والذین آمنوا اشد حبا لله. ولی به هر صورت اجالتا میگیم که امی مساوی بوده باشه، اون هم نیست. انسان ها به تزکیه مطلوب نرسیده. عملا حسادت، بخل، تعصب، تکبر، رذالت، خباثت، فرکسون، تفرق در جهان اسلام عملا مشاهده میشه. پس این آثار خودش به ما میگه که خبری از بینش اسلامی نیست در بزرگترین مراکز علمی تحقیقی تمام حوزه های جهان اسلام. نیاز است برای انسانهای در راه، دعات الخیر، که در این باره تجدید نظر شود. مضمون خداشناسی و معرفت خدا جل جلاله و نفس شناسی و تزکیه و رسیدن انسان به اخلاق حسنه، این باید تجدید نظر شود. چی باید کرد که این مضامین دوباره چی شود؟ فعلا تنها در جهان اسلام به محور 500 آیات احکام شریعت یا ترکیز شده است و الحمدلله در این مورد خیلی غنامندی وجود داره. اما در مسائل بینش و بصیرت اسلامی ما خلاها و کمبودی های فوق‌العاده بزرگی را داریم. امیدوار هستم ان شاء الله روزی برسد و نه چندان دور که ما یک بار دیگر اون نصاب نبوی که به تعقیبش خلفای ارشد هم اون تطبیق کردن و آهسته آهسته مسائل بینش بصیرت و بصیرت اسلامی و معنای حقیقی کلمه آهسته آهسته از متن نصاب مسلمین دور کرده میشه به اساس دسائس شیاطین انسی و جنی. یک بار دیگر این نصاب تکمیل شود و اگر در صورتی که اگر این نصاب یک بار دیگر به میان آمد، مطمئن باشید که عظمت از دست رفته یک بار دیگر به اساس حمایت مطلق الهی جهان اسلام و امت مسلمه یک بار دیگر به دست میاره. تا حضور و فرصت دیگر شما را به خدای متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.